مثنوی معنوی دفتر اول بخش 30. نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت. آن وزیر از اندرون آواز داد که ای مریدان از من این معلوم باد که مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خویشان باش فرد. روی در دیوار کن تنها نشین وز وجود خویش هم خلوت گزین. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. الوداع ای دوستان من مرده ام، رخت بر چارم فلک بر برده ام. تا به زیر چرخ ناری چون حطب، من نسوزم در عنا و در عطب. پهلوی عیسی نشینم بعد از این، بر فراز آسمان چارمین.